من چند سال پیش یه صحنه تو تلویزیون دیدم، این قصهش تو دلم هنوزم به طور کامل برطرف نشد. دیدم یه مسئولی از ایران رفت توی کشور اروپایی، اون رئیس اون کشور بالای پله ها وایساد، این مسئول ما رو از اون دور پیاده کردن، اون نامرد یه قدم پایین نیامد. برای چی؟ برای اینکه خورد کنه. من اون شب در تلویزیون دیدم خیلی قصه‌ام شد. خدا شاید، گفتم ای خدای بزرگ، یک شرایطی فراهم بیاد که این جبران بشه. گذشت. پارسال همون آقا که بالای پله وایساده بود پیغام داد به ما اول که آقا بیاد راجع به لبنان میخوام با شما ما همکاری کنیم، در اوج مسائل هسته‌ای و در اوج جنگ لبنان. اینا روششون اینه که در زمانی که نیاز هم دارن اول طرف رو تحقیر میکنن، نیاز خودشون رو به عنوان نیاز طرف مقابل جا میندازن. این روش شیطانی است. پیغام دادن بیاد. این بسیار خوب. یکی از مشاورین بنده تعیین شد که بره صحبت کن. اعلام که کردن، اون گفت نه حالا ما الان میخوام بریم نمیدونم استراحت و تفریحات، تا 20 روز دیگه نیستیم. از تو دلمون گفتیم به جهنم که نیست. بهتر. گفتیم بسیار خوب، ما شما به ما نیاز دارید، ما که به شما نیاز نداریم. گذشت چند روز بعدش پیغام دادن خب این سه‌شنبه آقا حاضره که نفرتون رو بفرستید. من گفتم بگید بسیار خوب میاد. گفتن میان و وقت تنظیم کردن و برنامه تنظیم شد. شب ساعت مثلا 1 این دوست ما میخواست پرواز بکنه، ساعت 10 زنگ زدم آقای وزیر خارجه بگو نمیاد. گفت آخه نمیشه، بالاخره وزیر خارجه نمیشه باید رعایت. گفتم نخیر بگو نمیان، بگید رئیس جمهور احضار کرده او رو، فردا باهاش کار داره نمیتونه بگید انداخت. گذشت 4-5 روز بعد دوباره زنگ زدن گفتن آقا ما سه‌شنبه بعد دیگه تنظیم کرد. گفتم بسیار خوب بگید قبول. دوباره شب سه‌شنبه که قرار بود بره گفتم بگید کار پیش اومده نمیاد. 3 بار این تکرار شد، فهمیدن، اومدن گفتن آقا تسلیم، ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون وقت یه مشاور بنده رفت، اون آقا برای استقبال از این یک مشاور 6 تا از مشاوراشو فرستاد پایین پله. خودش هم اومد تا تو راهرو که رسم است، یعنی رئیس جمهور میشینه توی اتاق میان دیدنش، خودش هم تا تو راهرو اومد. خوشحال بشید از عزت